تجربه 7-8 سال اگر نارکولوژی کار میکردی باشم مگر همین کدام کی مایزده باشد یا نشمان باشد میبیاد ما اول حرکت نمیکنم که وای چخیلی معالجه کنم نه اول همون از کدام سبب این یا اون کس گرفتار همین بیماری شدگی اگر یوش باشد اگر موادی نشماندی استعمال میکنه شد اگر نارکومان شدگی باشد یا موادی مشروبات اسپریتی استعمال کردگی باشد اگر ما میپسند که گوش کن سبب همین تو عرقخوریت یا پیوخوریت همین دیگه میبینی که میپرسم اگر همون سببش رو یابید همون سببش دیگرگون کنید و همون انسان دیگر این کار به راه نمیره پس کدام سبب‌های معمول‌ترین هست اگر وای میکنه که بعضیش میگه که مثلا بسیارتر مادرم زندگی من به دخالت میکنه یا زنم گپم گوش نمیکند یا یگان خیلی میشد که مثلا من امروز کار میکنم چند بار موقعیت که شما میگم چون کم میگه یا وای میکنه که زندگی شاید اولیو مردی که اون سرشوی کارش یک فعالیتش به عملش همون بودگیش به قناعت نمیکند بسیاریش دکتر این سبب است یا اینکه بهانه این سببی که وای الکل همون سبب شده که همون میگه که شما میرم میگه یک 50 تا یا 100 اینیون مشروب استفاده میکنیم خونم میرم که میدونم گاز گاوزنت من نمیفهمم میگه همون یک حالتی ماستی که خونم میبینم اگر ما یک دو تا بچه‌ای یوش کردی صحبت شدم که همین سببش زیه باشه اگر دکتر این نبینید میگه من نیدوسیان گاوزن گپ مبانی خودم میمونم مثلا میگم که من مقصد فهمم هم بنی وقت هم توچکو من دورو درمان کنم که هم درو شود میگه که نیکی اصلا این زبان هم یک چیزی وای که یک سخنگ ادمی کش یک سخنگ اوای دنیا کشون میکنید چقدر سخنی نغز میزنید چقدر ما حرکت میکنم که کسال به نزدیک شوم بچه جان میگم که وای پس ما باور میکنم وای قدیم من به پیش من بیو و دلش کشو که من اپویش دارم ده اثرش برام ده همش گفت که ما ها من خیلی ده دکتر نگو که من چوکدم میگه ها چوک دیگم ما یوش بدم میگه پدر مادرم جدا شد میگه ما مادر کی موندم میگه مادر میگه چند پسر که میبرونه جو کار میکنه میگه یکم تو کار میبرد من بیکار موندم کجا موندم میگه کجا دیگه کار های میگه نوش کشی سیگارت کشی پیوخوری انرژتیک استعمال کن دیگه من هم راه رفتم